سلام داداشم، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا تایم ویدیو یکم بالا شد، آخرش بیسیک و سنس خودمو گذاشتم. امیدوارم که باشه ساب بزنید. روزی 4-5 ساعت میرم پلی میدم تا گیم پلی در بیارم، چون بچه همه گوشیم هم 60 FPS انقدر FPS بالایی نمیده که مثلا چجوری بگم بخوام مثلا فضایی تر پلی بدم دیگه. ته چیزیه که من میتونم با 60 FPS بزنم، چون واقعا دیگه بازی وقتا نمیکشه. بیشتر وقتا من میرم پشت انمی، یه دفعه میبینم انمی منو ناک کرده و خدا وکیلی سطح بالایی دیگه دارم به نمایش میذارم. امیدوارم که خدا وکیلی ساب بزنید. اول از همه ویدیو ساب کن، این حمایت رو از من بکنید، به نفع خودت هم هست، چون در آینده ویدیو میذارم که اسنایپر خیلی بهتر بشه. چون من خودم تک اون راهایی که برای اسنایپر شدن باشه رو رفتم. نمیدونم سنس انقدر عوض کردم، بیسیک خیلی زیاد چیدم، ولی خب دیگه حالا خدا را شکر بعد چند وقت جواب داده. امیدوارم که یه ساب بزنی خدا وکیلی، زندت های ما هم علکی هدر نره. فعلا به گیم پلی نگاه کنین، لذت ببرین تا اون وقتی که سنس و بیسیک آمد من میام برای شما توضیح میدم. خب داداشم، اول بریم سراغ هاد که کلن هاد و سنس بچه های چیز شخصیه. این هادیه که من الان باش پلی میدم، 4 انگشتیه. بیسیک بچه ها لطفاً همینجوری الکی نچینین. اول یه اسکرین شات از بیسیک خودت هم بگیرین، چون هر لحظه امکان داره چیزی که من چیده باشم شما نتانین باش بازی کنی. بیسیک هم خودت باید بری بشینی، ترجمهش تو کل پیجا هست. الان تو هر پیج اینستا که بری نگاه کنی بزنی ترجمه کالاف هست، نگاه کن برای خود میاره بالا. بعد بچه من جایرو اسکوپ پلی میدم، یعنی گوشیه باید اینجوری بچرخانی. بچه های FOV، اون دوتا FOV بود که مال من رو 75 بود. خدا وکیلی اون بذارین رو پایین، رو مکس نذارین، اسنایپتان خراب میکنه. پایین بذارینش خیلی بهتر تسلط دارین. خب بریم سراغ سنس. بچه من فیکس اسپید پلی میدم، استانداردم که همون اسپید اکسلریشن هم که نیستیم.